السلام علیکم بیننده های شبکه شهنام. السلام علیکم میگویم به هر یکی آن همزمانان، همزبانان، هموطنانی که در تمام روی دنیا هستند. من امروز طریق هر باره که شما میبینید این جایی بسیار هم زیارتی را دروازه اقصی را میفهمیم که معلقه بدیهه چوبیهشت، بدیهه که نامش معروف و مشهور گشته است. خیلی که علیه سیاحان آمده زیارت کرده رفته ایستادند و دیهه اقصی آمدیم برای تبریک کردن یکی از مادران مهربان، برای تبریک کردن حاجیانه که از زیارت خانه خدا، از زیارت کعبه الله آمدند. نیت میکنیم، دعا میکنیم که هر یک پدر مادر لایق این خیل روزهای خرسندی گردن، حج آشیاب آمدن هم خیلی تبریک کردن نصیب کند. هر بار آرزو میکردیم که حاجیانه حاجی باباها را تبریک گویم. من امروز البته حاجیانه را در روز خرسندیشان تبریک میگویم. مانند هر وقت همراه شما مهمان آن خانواده میشویم. کدی رفتیم؟ بیننده های عزیز، ما در آمدی حاجیانه هستیم که در خاندانشان همه پر از احساسات هستند، پر از نگاه دارند که مادر جان عزیز بعد از طواف خانه خدا، بعد از طواف کعبه الله و خانوادهشان با قدم های زرینشان میبیایند. البته آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. این تیاری شده ایستاده است، مادران، خواهران، فرزندانشان تیار شده ایستادند که مادر را پیشواز میگیریم. گفته البته آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم، یعنی با ما باشه. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟
به مادر همه خاره تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی البته در زیر قدم های مادران بهشت است بگذار ارزنده است دست گل زیبا را پای قدم مادر به فدا کنیم حتی خرسک بزنیم دست گل زیبا برای مادران مهربان مبارک باشد البته گوی را پیش پا میمانیم و کتاب از همه قیمت بهاترین را میگیریم مرحمت نادرک میسپار مبارک باشد البته از آن رویهای پر از نور باید که بوسه گیریم آن رویهای پر از نور را باید سرمه چشم کنیم حاجیانه خانه طواف خانه خدا را مبارکباد میگوییم بگذار 120 ساله شوید در سر فرزندان همیشه دعاگوی باشید مرحمت فرزندها کلید پشته ها آغوش میکنیم مبارک باشد مبارک باشد حج آمدنت اگر خبر می داشتم پیش پای و قدمت دسته گل می کاشتم گلی گلاب می کاشتم خاک قدمت به دیده فرزندها می پاشیدم حاجیانه حج مبارک شود الهی من در همین درگاه آمده اکنون حضوری نیوره، ایوره، چیوره بیگانه را دیدن نصیب کند هر زمان میخیزم و یادم به یاد مادرم گل به گل میپیچم و جیگر کباب است مادرم جان و دلم به تو جهان را چی کنم همان مهرم با توی من دیگران را چی کنم حقیقتا فرزندها مادر را و مهر مادر داشته آنها را به حج مبارک ساندن حج کردگیتون درگاه الله قبول شود رحمت سلامت باشد حاجیانه السلام علیکم میگویم امروز در خانواده شما مهمان هستیم بسیار هم پر از خرسندی است پر از احساسات است امروز شما تبریک میکنیم از نام تمامی همدهگانتان از نام تمامی نام مردم شهر سمرقند از نام فرزندهای اصیل و عزیز شما را تبریک میگیم البته آیوب خان بیبی امروز شما حاجیانه گشتید از امروز هر نفران شما را دیده حاجیانه میگویند و این خیلی نام بزرگ لایق گشتید خدا را شکر میکنیم بگذار از صفی دوستان کم نشدن تاج طلایی فرزندان شدن خیلی زیبا پر از نوری انمی خاندان شده گردید سلامتیتان با چشم نرسد پیش از آن بهر انسانیت سلامتی بوده است برای شما عمری
درازی سعدیانه را، کیفیت خوش‌چشمکی خیامانه را تمنا می‌کنیم. همیشه مانند امروز مانند همین دستگلی زیبا شکوفان شده، خرسند شده، خوشحال شده گردید. امروز شما را تبریک می‌کنیم از نام نادیرکه، غیورکه، کامیلکه، دلربایتی، دلاربایتی، کلین پاشاها، داماد، نبیره‌های شیرین، از نام تمامی ساکنان آقسای، از نام جماعی خود تبریک می‌گوییم. بگذار هر یک مادر مانند شما حاجیانه باشند، هر یک پدر را به زیارت کعبه الله خداوند عزیز نصیب گرداند. بلش برای شما یک شعر خوانیم از نام فرزندان عزیز برای شما میگوییم: مادران را پاس دارید بهزی مادر شانه نیست، بهر حل مشکل مانند او فرزانه نیست. از شراری زندگی گر بسوزد جان و تن، همچو مادر گردی ما غمخوارم و پروانه نیست. جای او را خاص دانید چون مقامش عالی است، غیر او هر یک رفیق نانی و گاه مالی است. جمع آرید هم اگر در یک مکان خلقی جهان، بی وجودش آن مکان و قعر دلها خالی است. حاجیانه امروزه روز خرسندیتان را مبارک باد میگوییم. بگذار 120 سالگیتان ما مانند یعنی مادر جان عزیزتان عمری دراز نصیب کند. در 120 سالگیتان آمدن هم خیلی تبریک کردن شما را نصیب گرداند میگوییم. امروز روزتان مبارک. حاضر در اینجا برای تبریک شما تمام نزدیکان حاضر هستند و باشد یک تا نیت‌های نیکی آنها را میشنویم. پیش از آن باشد از نام البته کلان این آقسا، یکی از پیرها، یکی از نورانی‌های آقسا، من در اینجا به بیجان عزیز مادر کلان هستند. از نام مادر جان عزیز میشنویم نیت‌های نغز و نیکشان را. مرحمت نور بی مرحمت. آمین. 366 پیغمبری که داشتگی، عزیز اولیهایی که داشتگی، پیر پیشوازایی که داشتگی، چرچراغ حضرت داود پیغمبر، آهنگره حضرت داود پیغمبر، آهنگره قدمجای عزیز، آهنگره چلچنگ کمر، دیدی کمپیرنگ یک کدره، همه عهد ساق و سلامت دروز نقب دماغ چاق به وقت خیش منم 100 در اومدگیم همه گفت میدونم و کلم کلده بکنم. الهیم شما بارین پیر شوند، مانند شما پیری الان خیلی فعال دیهه عزیز کردن و الان خیلی زیبایی شما بر نادین شما چشم نرسد. آمین. الله اکبر. سلامت باشند. حاضر در اینجا فرزندها تیار هستند. کنی یک نیت‌های نیکشان را شنویم کنید. دلاربایتی نزدیکتر استتان کنید یعنی مادر جانتان با مرحمت نبیره ها نزدیکتر کلین ها مرحمت یعنی ما در جامعه نزدیکتر ایستادن. البته مادر مهربان را تبریک میگیم. مرحمت. شعر خوانم در ثنای مادرم، قیمت است الا دعای مادرم. نام پاکش دایم و ورد زبان، در سرم باشد هوای مادرم. اولا السلام علیکم مادر جان عزیز، خیش و تبارک مهمانانی در اینجا جمع آمده ایستاده. من امروز در عید رمضان مادر من از خانه خدا برگشتم. من از صمیم قلب از نام عائله‌ام، از نام برادرانم، از نام پدرم و خواهرم دلنواز مادرم را با این روزشان تبریک میکنم. همیشه در چشمانشان اشکهای شادی ریزد، هیچگاه اشکهای غم نریزد. در توی نبیره ها سر شده گردم. به مهمانان آمده نیت دارم در آینده شما هم به این مرتبه ها رسید. زمین و آسمانی من توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهریست بنیادش، یگانه تنها یگانه مهربانی من توی مادر.
در روی جای نماز کردگی نیت‌هاشان امروز مادر ما به اجابت رسیده است. من از صمیم قلب تبریک میگویم. رحمت. السلام علیکم مهمانان، مادر جان خوش آمده از زیارت کعبة الله. شما را از طریق قلب تبریک میکنم. البته این زیارت به شما به عوض محنت های زحمت هایی که برای ما کشیده شما از نام پدر جانم به نصیب نکرد. روزی خوشنده نکنیم این عشقای شادی هم تبریک میکنم. الهی به همه بنده های الله همین روزا نصیب باشد. هم به هم زیارتی همجا رفتن نصیب کرد. همون حاجیانه شویم. به همه این نیتمون رسید. های خوش آمده تا نوری دیده تاج سر. رحمت خواهر عزیز، این اشک شادی است. بگذار هر بار در این خاندان اشک شادی باشد. آواز گریه کودک براید، آواز زنگوله گوهره براید، آواز سر و صدا براید و خداوند از اشک بد خدای خودش نگهدار باشد. و حاضر در اینجا میگویند از دانکش هم مغزش شیرین میگویند. نبیره ها تیار است شما را تبریک گویند. حاجیانه خداوند آرزو میکنیم که در تک چمیلیت نبیره ها در آمده، ابیره ها در آمده فقط دعاگوی گویید و برای آنها نیت های نفس نیکتان را فقط خوانید و شما آماده تبریک کردن گیریم. مرحبا. To my dear grandmother, did you know that the grandmother is also known as a tester writer, the most amusing entertainer, the best person to kid and make it all better? And your warmest hugger, you will also be a safe person when you listen to our grandmother's advice. Many congratulations on all your news and wonderful roles, your promotion to advice. My dear grandmother, we all love you and I love you so much. دوباره فهمیدم که I love you گفتن demek نقص میدین آنا جانشانه حتی بوسه کنیم. نامشان چین کسه؟ دل شادابانه حاضر همه مهمان ها حیران شدن که یک تا آنا جانشان فهمیدن تبریکشانه، چرا که میدونن انگلیسیه. حتی تاجیکش که دیامتی تبریک کنن گفتن مرحبا حتی تبریک کنیم. مادر کلان عزیز، ماهان همه ما شما را خیلی دوست می‌داریم. شما را با این روزی عید رمضان و از خانه خدا برگشتگیتان تبریک و مبارکباد می‌نماییم. رحمت سلامت باشد. البته کاملکه بهمون باشیم بهت کنی یک تایستن امروز روزی خورسندی است. نادیرکه مرحمت شما را نیز تکلیف میکنیم به نزد مادر مهربان. امروز روزی خورسندی است. مرحبا فیضلی امک شما را نیز تکلیف میکنیم. حاضر حاجیانه کاملکم تا من آمدن گفتند که مادر مهربانی ما به چنان شعرها را تیار کنید که هر یک گفتنی های شما به می ارزد. مادر مهربانی من همچو چشمه کلان آقسای شراری مهر هستند، درونشان پر از مهر و محبت است. از گفتنی هاشان ما به چنین درجه های بلند رسیدیم. خدا را شکر میکنم هر صبحی سحر دعا میکنم که این چنین برای من دعاگوی هستند. در سرم خورشید زندگی آفتاب خاندان من فریشته خاندانم هستند. خدا را شکرانه میکنم. هر بار که ما خردکک بودیم زحمت کشیدن، مهنت کردن، ما را خواندن، برای ما تربیت دادن، کتابی پند و اندرس ها تا حال هستند. من شکر میکنم برای خداوند، برای مادرم، مادر مهربانم. زاد روزتان مبارک باشد. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم، من ببینم درد و غم لیکن نبیند مادرم گفتند و سخنهای خود را دوام میکنند. کاملا مرحبا. سلام علیکم مهمانان گرامی. مادرش را دوست می‌دارد همه پیر و جوان، چون که از مادر
فقط فرزند میماند نشان. مادر مهربان خوش آمده، زیارت ها قبول. تمام نیت‌های نیک به شما رحمت کاملا که همه خیلی گفتگان تو آمدن من زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر. دویم خطورش البته نادرکه گفتن که برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. هر بار که هم تو در خانه کشایم مادرم روی حولی و خندیده گشت داشتن. اگر من همین سمرقند و ازبکستان رو برای لکه میگم که از همه انسانی بای هستم گفتن. البته مانند امروز هر بار خنده در لبانتان همیشه باشد. زاد امروز روزی خورسندی مبارک همیشه باشد. و البته سیف الله مکنی مرحبا شما تکلیف میکنیم. مرحمت نیت های نیک را میشنویم. امروز ارزنده از سخنها کردن. مرحمت مادر کلام و جای مادر است، چون این خنده را ویدیوی ما نقل کردن. سرش دیمه بخورم. ینگه مهربان به شما مبارک باشد. الهیم صحت و سلامت باشید. الهیم پروردگار خلق شما را پاکیزه نگاه دارد. در سر فرزندان و برادر دایم پیر دومی باشید و شما بخت و سعادت. رحمت سلامت باشند. تنی بیت کنیش باید تبریک کنید. بیت مرحمت ینگه عزیز خوش آمدید از سفری کعبه. ما بسیار خرسنده، ما فخر میکنیم چکلی که اکم گفتن ما برای ما جای مادر هستیم. ما وقت حرمت میکنیم، عزت میکنیم. کمک باشه، خوشبخت باشه. سری نمره بوده پیر شده همه مونده سر شده گرده راه نشان تیمون باشه. سلامت باشه. پگه هم باید با توی ما تکلیف میده. مرحمت مرحمت ایرج میرزا خیلی خوب گویفته است. گویند چو مرا زاد مادر پیستان به دهن گرفتن آموخت. شبها بری گوهاره من الله را گفتن آموخت. از دستم گرفته پا به پا راند تا شیوه ره داشتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست تا هستمش هست دارمش دوست. یک تا کف کبی. رحمت سلامت باشند. خیلی از نمی خواهرکان تبریک میکنن. خوش مرحمت الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. پروردگار من با عائله ما همه خیلی نصیب گردان که از عائله ما ینگه کلام که به جای مادر من هستند زیارت حج رفته صحت سلامت برگشتند. خداوند به شما عمری دراز کرد. حرمت عزتتان که زیاد بود اله با از این هم زیادتر شود. هر کسی که حاضر به شما ماها نگاه کرده به شما حوض کرده سه پروردگار به همه ماها هم همه خیر به ایمان شده امت محمد شده خرجای پروردگار را ادا کرده به همین حج به سفر حج رفته کعبة الله را زیارت کردنش نصیبش کرده. رحمت به همه شمایان که به همین خرسند هستید. الها به همه شما پروردگار رزق روزی کرد و مانند ینگه من همین خیلی سیر دولت شوید. رحمت سلامت باشند. مرحمت بیت کنی خاله جون عزیزی ما. مرحمت السلام علیکم. همه یکی شماها به درگاه کامل بال خوش آمدید. خوش آمدید نور دیده تاج بصر. مادرم جان و دلم به تو جهان را چاک کنم. مادرم جان و دلم به تو جهان را چاک کنم. همه مهرم با توی
من دیگران را چاکنم. مادرش را دوست می دارد همه پیر و جوان، چون که از مادر فقط فرزند میماند نشان. آره از مادر من 6 فرزند نشاندم. انسان به وایه رساندم، به پا خزاندم. اولا بار برای مادر 100 ساله من رحمت کلام. الهی با 100 سال دیگه زندگانی کنه، رزق روزیت خانه ها در گاهک‌های اکنندند. انمی انسان ماها تربیه کردم. ما هیچ خیالای ما بر نبود که ما حج میرن اپیمم و آمده همین خیل درگاه به زندگی میکنن. هزاران بار درگاه خداوند کریم به شکر، هزاران بار شکر. اپی من به مانند همسرش جدا نه زندگانی کردم، جدا مهنت های مشقت های زیاد کردم. 6 فرزند را اینستیتوت به خواندم. این از درون شد، خوجینشون ابرون شدم. من بینید چخیل فرزندای بقواد را به وایه رساندم. من نادر جان، کامل جان، همین مادرتان را به حج فرستاندید. الهی همین درگاه که شما به فیض و برکت درآید. ماهک شریف رمضان زناتان که کوشه پیر شوه، پیری به دولت شوه. الهی از نام شادروان دلنواز 2-3 مصرع میگویم. کامل همین سرور شعر مرا با دقت گوش کن. پدرم شاه ستون خانه من، پدرم شاه ستون خانه من، در و دروازه و کاشانه من. روم از خانه بیرون، پدرم دولتی بالای سرم. الهی کامل جان، کتی نادر جان، غیوربای، الهی هر سه یکاتون دولتی بالای سری فرزنداتان شوه. هم یکاتون کامران جان، ساربان جان، زنت همی درگاه کده توی شوه. اپی عزیز برای شما حاجیانگی مبارک شود. اولاد ذوالفقار و فرزندهای ذوالفقار و همه اکای محبم الهی همین حج رفتن نصیب کند. خدا خواه من اکای من در اینجا شدیم اکا، الهی این سال امیقاتی بعید رمضان به شمایم نصیب کند همین حج رفتن. و همه شمایان به درگاه کامل جان خوش آمدید. حسین جان برای شمایم رحمت کلام، برای خدمت های خدگیتون رحمت کلام. و همین درگاه هم یکاتون خوش آمده. الهی هم یکاتون هم حاجیانه و حاجیاته شوید. ای رحمت سلامت باشد. اما جانی عزیز مرحمت. اما جان مرحمت شما تکلیف میکنیم. مریم اما افتاده مرحمت. اولو السلام علیکم مهمانان، میزبانان، من کارمندان شجاع اهالی شما در رحمت کلام که من این کار رو تشکیل کرده. همه کتان به درگاه جانم کامل جان خوش آمده. من جنگل جان عزیز توبه شما قبول شود به درگاهش. از خانه خدا صاف و سلامت برگشتگی هاتون در ما هزارها بار شکر میگویم، خرسندیم. و همه خیل نصیب کنن الهی. شامده همه کتون رحمت. امروز خیلی که آمدی مادری مهربان، آمدی حاجیانه عید است در مسلمانان. در مسلمانان در یک سال 2 عید است، عید روزه، عید قربانی. امروز فقط خرسندی کردن در کار، امروز بزم کردن در کار. ما برای همین امروز آماده و شای هستیم. در اینجا سرودهای شوق تیار کردیم. همه کسا یک جای خرسندی کردن میرقصیم. پیش از آن تبریک بودسته. یعنی مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم اما جان مهربان، خوش آمدید از درگاه خداوند. پیش از همه بر شما صحت، سلامتی، سربلندی، عمر دراز، رزق فراز رو تمنا دارد. میگویند زن زیبایی رو از گل میگیرد، صبر و طاقت رو از کوههای بلند،
شور و غوغا و همه چیز رو از همین بهر میگیرد، آرومی رو نیست. شما انا حاجعانه اولاد ما شده و دیگر نبیره ها و فرزندان و امه های دیگر نصیب گرداند الهو همین روزهای خوش، همین روزهای نفس در عید رمضان. همه شما خوش آمده، همیشه سربلند بودنتون رو، همیشه خوشبخت بودنتون رو میخواهم. رحمتی کمان. رحمت سلامت باشن. مرحبا، سرود شیخ رو تیار کردیم. حاجیان از صحنه دور نرفتن، با راهبری شما زیبا شده امروز می رقصیم، خرسندی میکنیم. مرحبا. Ey balazor, sor ay diyor.
معلش به حضر بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل قوما ما انذر آباءهم غافلون بسم الله الرحمن الرحیم آیت الکرسی چی بود اکن آیت الکرسی دم دوله نم برو مده من هداک نست الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. هدیه کردم ثواب تلاوت های قرآن کریم را با رضاگی حق سبحان الله تعالی، خصوصا با روح پرفتوح منوره حضرت رسالت پناه محمد مصطفی، بخشیدن با روحانت اوراق‌های پیری پیشوایان، پیری استازان، پیغمبران گذشتگانم، اشرق تا به مشرقه، شهیدان، غریبان، مسافر و مجابران، ناکسان به فرزندکان ده بخشیدن با روحانتک اوراقی امیدوارانی همین منزل و مکان، هفت پشتی گذشتگانی همین منزل و مکان، پدری بزرگواری همین منزل و مکان، فرزندکی عزیزم دلنواز بانم ده بخشیدم. الها طریقه رحمت شایسته جنت کردگی باشه، حوض کوثر سیراب و سلقین، ای دنیا نواسیده آخرتکتان معمور شود، گرکتان چراغان راهتان کشاده مردانه باشه، دهنکتان ده ابدی آبکی شرابی جنت چکیده است. امام حسن امام حسین ها کتی، بی فاطمه بی زهرا ها کتی، کنیزی درگاه چار یاری با صفا کتی، الها هم صحبت و هم تواخشته باشه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة قین آخرتی حسنة قینا عذاب النار برحمتک یا رحمت. الها گرکاتان پر نور، روحکاتان شاد، منزلی آخرتکتان آباد گشتگی باشه. رحیم مبارک بادی همی در سخان، مبارک بادی همی که تو یکی سر کدگی فرزندای عزیزم، تنی صحت دلی بیغمی خاطری جمعیت، عاقبت کارا بخیر گردان، ایمان سلامت نگاه دار. به قطار دیگر بندیکای نکو تمنکا حرمت کده آمدیم، پشتک و پناه دگیر خداوندی کریم، در جان شیرین آمدگی اکاتان در رحمتی کلان، خوش آمده مهمانکای عزیز، حرمت کده آمده خداوندی کریم، حرمتی زیاده بین الهی. دولنم برامده گنده گیر گشته سای سرمه. من بیننده های عزیز تماشاگران شبکه شهنام، امروز خیلی که همراه شما دل مادر مهربان را شاد کردیم، پر از احساسات، پر از سورپریز را پیشکش شما کردیم. من این هوا را بینید، این باد و هوای بهارانه را بینید که امروز البته باران پرفیض به درگاه و به خانه
در این ماه میبارد و البته اینم بخیر است. امروز حاجیانا را در آمد از زیارت خانه خدا تبریک کردیم. بگذار هر یک پدر مادر به این خیر روزها ارزنده باشند. رحمت برای مهمانداری، سلامت باشند. این خیر روزها همیشه باشد. رحمت خوش. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتا شادن از آن که روز فیروز شما
دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک